بسیار خطرناک است چون که ویکتور باز یک پرتافت زیبا خیلی خوب. ولی چی میوازه؟ نه مته نه تا آخر باید بینن باید احتیاط باشد چون که در خطر است خواجه زاده این چی میوازه یعنی اصول خفه کنی را تا آخر باقی کردن رقیب استفاده بود ولی از اوش رفت خواجه زاده این غالبیت است به فکرم چون که تا آخر رسانی پا از سبب از اوش رفتن خواجه زاده و همین شیمواز یعنی اصول خفه کنی را اجرا کرد و تا آخر اجرا کرد و صاحب غالبیت شد. متاسفانه ورزشگر ما از این دفاع کردن نتوانست و غالبیت صاحب ویکتور شد و در دور دوم با تخر به طوبه آزمایی میکند ویکتور چمپیون اروپا در سال 2020 اگر خطا نکنیم ورزشگر با تجربه است از جهت فیزیکی و قوه و تکنیکی بسیار خوب گشتی میگیرد ولی ما اطمینان کامل داریم که در